عربستانی سعودی برای سفری حج به شهروندان تاجیکستان در سال 2023 7000 کواتا جدا کرده است. در این باره افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم خبر داده است. به اطلاع منبع سازشنامه هفته گذشته زمانی به امضا رسید که هیئت تاجیکستان تحت ریاست سلیمان دولتزاده رئیس این کمیته در عربستان سعودی قرار داشت. بعد پاندمی مقامات عربستان سعودی در سالهای 2020-2021 تنها تعداد محدود زائرین و در سال 2022 1 میلیون نفر را اجازه دادند تا به زیارت حج روند. در همین سال در سال 2022 تنها افرادی از 18 تا 65 ساله با امگذرانی پره از کرونا ویروس بدون بیماری مزمن می توانند به حج سفر کنند. در صورت اوج دوباره بیماری کرونا ویروس احتمال جاری کردن محدودیت ها موجود است، گفته است افشین مقیم. سال گذشته وزارت امور حج عربستان سعودی برای تاجیکستان در سال 2022 بیش از 315,000 کواتا جدا کرده بود. نرخ سفری حج برای هر یک نفر سال گذشته بیش از 60,000 سومانی را تشکیل میداد. طبق معلومات تخمینی موسم حجی امسال 19 ایون آغاز می شود. در این باره ازیا پلوس خبر می دهد.